این را می دانیم که آهنگری برمیگردد به دوران حضرت داود علیه السلام که از آهن زری می ساخت. از آن زمان تا امروز آهنگری در هر کجا با استادان لایق در این فن وجود داشته و وسایل ضروری مردم را می ساختند و از این را امرار معیشت می کردند. دوستان ارجمند برنامه افغانستان پیژندن، سلام بر شما. می خواهیم از دو پیشه بسیار کهن در بدخشان گزارشی داشته باشیم. پیشه آهنگری که قدامت بسیار طولانی دارد و پیشه مسگری که آن هم قدامت خیلی ها طولانی دارد. میریم با چند تن از آهنگران و مسگران شهر فیض‌آباد صحبت هایی داریم. وقتی که برادر پلا پیدا کرده قلفی کلام دباری برادر بخت کشال است تغم میدونی. وقتی که ترا میبرم بر رسان سنگ سفر چه کلام بالای دلت ماندم پیمان. در سر چته یک باغ خیراتی بود. از خوش گرفته تا تمام جا که میخرد و به نام خدا بود. پس گشته امون میوه شکل 600 بود سرش. ما مایده بچه بودیم، نه مردم دقمی دنیا بود نه مغرم دقمی، هم اگه خوار مادر وری کس نمیشناخت. این فتنه‌ای که در زمان آمد دیدیم برادر لطه گردی بود و برادر سر پچاندگی و ازار گیبی آلیبی بی پتولون و چارچالق چارتنبان لفشیرین سرخی فرایمان دو چشمه کشیده پچه که دزواری ما حیران ماندم که بخیر برکت رفت ای روی جیان. او ادا که بودش کس نمیگفت که برادر جان این نان ای کسی یا ای کسی چای ای کسی نبود میخرد و میرفتن و یک دیگه برادری بود. حالی بچه‌ت گم شد و بیای سلام نمیکرد. ای دوران هم شاگردی خودت قصه که شاگردی آهنگر قیوس امیر بودم من. جا جنت المکان جاش. ما دوجا بودیم شاگردی بودیم که برادر جان من باشی در همون خانه اولاد و خوار و مادر و کل دیگه کس نمیپیتید که چیز. برادر نه گاهی میرفتیم میسن و گاهی میامدیم میسن، هیچ کسی را گفتم نمیفهمید. کس نه سلام علیکم یا کلانه که میدیم یا گذر هم میگریختیم که بس که برادر جان من باشی سلامش نکردیم. ای بگه ما که گفتم که ادب بیابر که تاج مردان است یا بیادب چشمه خرچه سر رنگت مای تابان باید خنده که همون بود شوشه سر فکت فرایمان است. پیش ملا و مولاوی نرفتیم مکتب عرفان تعلیم قرآن است. خیر از رنگت خجل میشد باید مشک زفران است. بیادب خجالتگیر رسید به پدر رنج علامت به مادر جان است. مادر تا 13 سالگی بچه را نگاه کنه که بچه هم بیره نشود، چاقو نداشته باشه، سیکلیت نزنه، چرس نزنه. فهمیدی؟ وقتی موی که فکر بیزادر جان من باشی با سگی نه ایت سلام و نه احترام کلان است. ما که پرسون میکنم میگه بچه فلانی خون است. خواهی وقت شاگرد بودی بود چی مدد نیاد گرفتی؟ دا شاگردی ما مردم تو بگه برادر دیوال میکردی تا میکردی خدمت کس نبود. 7-8 سال ما کس فوت گرفتم. 7-8 سال خدمت کردیم. میلرزیدیم دوشا گرفتیم برادر این شکر و ابرو او سامانگو که بار دیوالت برادر جان نمیت لاپ جا باشه جو که بپول نباشه دم خدمت. ولی شاگرد میگه که قلبک چی داداره اوف ریشی ما صفحه چند قلبک شدیم. او خیر میبینه میگه که او بینصاب میگه که سر کشیده گردن زد. ما که فکر میکنم ولی ما گنده نه چی میکنی باندل ای پیسه باندل ای جیوک باندل زد. خب به این شاگردایی که فعلا هستن با اینو چی گپ چی پیامی داری؟ با اینو پیام همیست که در آیان اینو سلام علیک ادب نماز برادر جان من باشی کلان قدرش کس باید بگیره که دیانده بخش بکار بروه. خودش که جیوکش پیسه بود با پدر و مادرش هم که دوشم میگیره. بیا پیسه چی را میگیره رنگ روانی در سرک شیشته دخترها میره قط کده فرایمانی. میگوی عاشقم و بیقرار دختر میگه کوزه پیسه را بیار. میگوی مفلسم و بینوا میگه میزنم دندان میشکنه بیا یا نیا. میگوی بر رفیق دسمالو که ایتایی کده سی که برا
خواستگاری روان کنیم جای پدرش. او دزوامش میگه که بیا یا مادرت بیا ایده چاقیش میگیرم میکنم شتکاری، پدرت تای پشت دروازه میکنم سنگساری. برادر جان من باشی، یعنی نمینایی که میبینید این شکرم خود قیمه 15 تا که همینا 10 15 تا که کار گرفته شکر صاحب روزی سگ ما میگیم که الله تعالی در سرخانت بشینه اگه آدم بگه که حاجی راز محمد دور ایمان نصیب بود. ولی شاگردایی که فارغ داری اینا در فیض آباد کار میکنن کجا؟ در فیض آباد هم هست، در گور هم هست، در دشت قرق هم هست، در دوی که هست. هر جای کار میکنن. احترام تا دارن. داره میاد خبر میگیرم عبدالله شرکت. یکیشو همش. نه بعضیش هم میاد بود و نه خیر روزگار از ما کسی گلا نداریم با یکی روزگار نه. روزگار اینا را متوجه خاک سر میکنند. از عمر خودش ندیدیم برای باری لکه پشتم میبرم از غصه و کاهش چی با که یک پوچای با یک پوچورمق برادر ایده سینم تیس مردم دا اینگاری هر چی را که میگن قدرت آمدگی داست کلند توارس یعنی تیشاس برادر هر چی که نمیجا است کلند هر چی که مردم احتیاجات دارد دیگه این رنده را میبینی رنده طبیعت یعنی مردم ها گرنده زدن دی رنده ما بسیار جانگشت ایران ما کتلای شریف ها میرتم و اینگاری در هر چی که متوجه دارد با اینگاری متوجه دارد متوجه شدی؟ آینگاری بسیار یک آینگاری قصهش بسیار رسد چرا؟ وقت مایی که حضرت داوود میبر آمد نگفت که داوود چی رقم مسک پروردگارم داد ملک همان بود داوود خوب آدم بسو ولی که مال ملت بخره تو که را برو که خدا پرت افتد در حکمت جبرائیل آمد این آتش دان میگه از درخت توبه آورد درخت توبه مشک شای غیب آمد اینه برادر جان من باشی چهار برج سینه شرق غرب شمال جنوب 12 برج میگرده این 4 چیز است نه باز میگه یا رحیمو اسرافیل گفت یا کریمو عزرائیل گفت سبحمو اسرافیل گفت قدوسمو اینه بازی هر 4 ازی بازی که دستش یک ناتاب اومد یه هم بره سکه یک رقم سکه کوی برود داره و از اوی عبرت گرفت دار این کسی که کسب داوود داو میزنه سنگان ای غیب اومد اگه سلیمان نمیبره متوجه باش کسی احترام مال یک ذره موقعی نیست اگه با پیش رود بگرده چخت کسی ای باشه چرنگاری و خیالی دیگه هم اگه گذشته دیگه رفت گفتم عقیده کم شد و زمان که کس نگاه میکرد کج میشه یعنی ولی ببین که موقعیت به چی رقم گشته خراشت کم کرد شکاری باشه زنی خراشت نیز نباشه مردی به غیرت افریقی داری هیچ وقت برادر زنک نباشه جانی من پاندی قیاسی بشنو که عمرت مزگرد نقشی در آباد بس ما از سندی 7 سالگی تولید دامی اینگاری کار میکنیم خیلی پدرم کار میکنیم تا حالا کار میکنیم پدر کسمی سینسی گشتمک میسازیم و کفچک و توار تیشه و 2 ساعت چیزی که برابر شو جور میکنیم رنگای تغییر اومد در وقتی که ما شاگرد بودیم مشک بوده این رقم دمای چیز با از اون چینی با اسکول پیدا شد ولی برقم کار میکنیم سولارم در وقتی کلند و گپا زیاد میساختیم ولی کم شده همین کاری کلند و کوم پشتر مردم قدر تغییرات اومده مردم زیاد نمیخره و قدر چیزا کلند و گپا را دوست که هست همیشه کاری مردم میشه دیگه دوست کلا و گپا خانواده و دیقون که هست باید ضرورت داره هر چیزی که بسازی میخره مردم تا زمستان توار تیشر سی کار کنیم میشه با این هم میخریم یا ارزان یا قیمت ایام پیدا میکنیم و روزگار پیش میبریم گفتی 2 تا شاگرد داریم برای ازواج چی میکنیم؟ برای ازواج بود وقت کار زیاد باشه زیاد خرچشون میتیم و کم باشه ایاری هم کار خرچی میتیم این خرچی رو روزانه میتیم یا هفته‌وار چی؟ یه هر وقتی که همین شاگرد هر رقم تبدیل شون با اون رقم میکنیم بدلی همون
مال خودت که گندمی که مر میخورد مالا میداد. یک روز سلیمان به یک روایت 13 ساله بود، به یک روایت 11 ساله. وقت مال مردکه در آمد تا که انگور به امرای گندم خورد و پیش داوود آمده گفت بیگی مال تبایی بود. بیرون که بر آمده سلیمان پرسانش کرد که چی قال مقال داری؟ گفت مال من ناگانی شو در آمده امید تا که انگوری از این قیگندم خورد رفتیم پیش داوود مال داد گفت بیا بریم موتم. وقت همایی که پیش پدرش آمده گفت پدر گفتی چی کرد؟ گفت مالی را خورد و نه محکمه کرد. باید تا تیرما مالدار زحمت بکشه امی انگور یا گندم باقی مانده را ای بگیره و باز ای برادر جان من باشی زمیندار برو و پشمی از ایره شیری از ایره مردگی از ایره بخره تیرما باید این مالش را بگیره بتا بازی برادر جان من باشی بگیره زمینش. امام خوب شد نگاه آمد پروردگار که من شریعت مردم شد ولی که سلیمان یا حضرت داود 19 بچه داشت فکر کرد که این چی را کم می شود. که چیز که حضرت ابراهیم گفت که اینا را پرسان که 12 چیزی را اینا را که یه چیزی نفهمید سلیمان را گفت که سخترین بین زمین و آسمان پاینده دارین چیز گفت سخترین بین زمین و آسمان عمرت است. پاینده داری که قدرت میرسه ای غضب بود بگردی پلدار میشوی برادر جان من باشی خشم تا بخری و آخرت مرد نظرت باشه این پایدار است. وقت همایی که حضرت جبرائیل چیز کرد که داوود 170 ساله بود که این گفتش که خواهی چی میشه و گفتن نه پروردگار مینا قال مقال برم ملت تاکی بچه ها جمع کن. یک نگین است که در آخر نورنامه محمد صلی الله علیه و آله و سلم یا او که نگاه کنیم میگه نگین مر سلیمان است. در اینجا برادر جان من به شهر کامیابی که فهمیده آموز وقت همایی که برادر جان اینکی آورده کل گازیش کسی نبود. سلیمان اکی آورده سلیمان گفت که صندوق قیله کرد در اون از یک نگین است. وقت همایی که ایله کرد نگین بود در دستی از که کش کردن اولین پرنده آمد بشی از در بالا شیصد بازی دیو و پری بود بازی مردم ها مطی باز از این زمین صداش کرد گنجی مطی باز از این لوی دریا گفتن در هیچ شینگ چیزی در این جواریات های بعد مطی خاتم شد دیو و پری بعد آخرش هم سوره بلقیس غتنه خیلی در دراز در بدخشان ظروفی که مسگران از میس آماده می نمودند مثل دیگ‌های میسی، پتنوس‌های میسی، آفتاب و دستشوی و چایجوش‌های میسی بود که ضرورت خانواده ها را مرفوع می ساختند. اما در سالهای پسین که پیشه مسگری به رکود مواجه گردید تنها چایجوش که بیشترینه در ولایت بدخشان معمول است ساخته می شود. در سابق در پهلوی مسگری پیشه‌های دیگری چون چرمگری، بوددوزی، نعلبندی و سراجی بودند که رنگ و رونق بازار همان وقت را می ساختند ولی امروز از آنان اثری نیست. همکنون چند دکان معدودی مسگری در بازار شهر فیض‌آباد باقی مانده که آنها شاگردی هم ندارند و ساختن چایجوش که ضرورت مردم بدخشان است مشغولند. ما 40 سال مسگری میکنیم. در این 40 سال که مسگری میکنیم خود در اون وقت زمانش یک چالشی داشت. خواهی اگم تقریبا اگم
10 سال میشود که از همگی مونده. ولی همین شما بگردین که یکم شاگرد پیدا میشود نمیشود. شاگرد نداریم. از این از چالش مونده. ولی همین شاگرد بگیریم. اونو را پره نمیکنیم روزمره با همون ما 50 روپیه بدیم یا 20 روپیه بدیم قطعی ما بشینه. که این است رو با سکوت. 10 ساله بودیم که ما شاگرد شدیم در یکی 10 ساله بودیم که ما شاگرد شدیم دیدیم مقصد تا سن زیادی را های شاگردیمون این 70 سال میشه که ما کار میکنیم حالی کار امروزتان تا دیروز چقدر فرق میکنه؟ والا شکر است مقصد روز منمیز گر رزق خواجانه به خدا است مقصد از اینکه اگم سه چند چهار چند مقصد فرق میکنه از اینکه پیش کار غریبی بود کار غریبی خوب بود ولی کار غریبی مثلا چی کارهایی در گذشته میکنید کاری نمیکنید؟ در گذشته مقصد از اینکه دیگ جور میکردیم مولی نیست اساسشو جور میکردیم مولی نیست کافی جور میکردیم مولی نیست مقصد از اینکه دیدم قاشق خونمی گپای میس جور میکردیم مولی نیست دیگه ولی گلیت ساو این همین است دیگه او در گذشته باز این میشه سفید هم میکردیم آه خیلی که همین 3 ماه در 3 ماه باز همین لیلیا و مقصد خیلی 24 بود در سابقه این اینا رو سفید میکرد 3 ماه در 3 ماه سفید میکرد 3 ماه در 3 ماه میراث سفید میکرد هیچگاه بیکار نمیموند؟ نه بیکار نبودیم در خاکلی در ظروف ما شوهای میس بود همین تا مقصد گیلاس تا مقصد از چاینک تا به همین هر سطر ما رو قلعه میس بود دیک که همگی مقصد غوری های میسی بود چی بود شد کلم یا گم شدن؟ حالا این راسته باید پاکستان بیلاج من باشه گم کرد همین گلی ترایی کرده نه این مقصد از اینکه نمی چیزای نیکلی را رایی کرده نمی تنکه منکه را رایی کرده میشه خرید خودش گرفته بر پس به پاکستان این را اینو تخته جور میکنه میره سری 70 و 80 میفروشه پس سری ما میفروشه میسی که کار میکنید کی باز یه همین شبیه خدمت است نگی ما شما که دام گفتم که ظرف ما شما مگه همیش بود همیش بود دیگه آن اما با مستعمر شدن مونده دیگه تا بالا از همون کار میگیریم از همون کار میگیریم میسی نو نیست میسی نو است میسی نو است قیمت است سری 6000 5000 اون اگه بخرین کار کنین نه پدکه نمیتونین پیسه همون مقصد از خرچه نمیکنن مقصد نمیکنن میکنن روز مونه پیش میبرن در بازار شهر فیض‌آباد چی تعداد میسگر داریم؟ فقط از اینکه اگم 6 دکانه 5 دکانه همه خدر دیگه از این رفتن دیگه کارشون نشده مقصد از اینکه دیگه میره کده رفت چرا شاگرد اینجا کار نمیکنه؟ آخه سیبی کس دیگه رفت ای باینه سیبی در این پاکستان ای باین برده همین ظرف ظروف پاکستانی نمینا کار میشه دیگه همین سیبی رفت مدت 35 سال میشه ما مسکری کار میکنیم. این کسمی با و اجدادیمون است. پدرمون هم دمی کسب بود. خودمون هم فعلا ادامه داریم دمی کسب. یک مدتی یک نیم سال و 2 سال قطعی و ساساتاری مسکر ما قطعی از کار میگم باعث خلیفه کار. ماش داشتم ماهانه. بعد او دیگه باز دکانی مستقل گرفتم کار کردم پیش بردم. دیگه از چای میسی میسازیم. از 70 شکا میسازیم این از اینا خیلی اینا نمایشی است. این چایشه که میبینین در مدت 3 روز یا 3 و نیم روز ما را آماده میکنیم 4-5 پیوند میخوریم میشه از تخار کابل مزار شریف میاریم
اکثری وقت از همینجا پیدا میکنن از این دکایی که میسی میبینید از اینا یا غوری سکو میسی تخته است پیش او سابق میسی تخته بود ولی کم شده ما از این استفاده میکنیم میسی هایی که 30 سال 35 سال 40 سال 80 70 سال پیش از این میسا بعضیا کار میکنیم این با شما ارزان تمام میشه میسی یا ارزان تمام میشه میسی تخته که از قیمت سری 7 8000 پس واره نوره این ارزان میخرید ارزان تر میخریم به خاطر کارمون باز این از خانواده میخرید بله سبون با چقدر از یک چاجوش میشه وقتی که شما میس از اون میخرین یک چاجوشی بسته را میخرین کنه شدگی را بله چند تاش باید باشه که اینجا یک چاجوش بسازید چویش که نه سابقا که بود او کاری بود او میکردن اینا ولی او کاری بسیار کم است چون که حال زغال و اقتصادی مالی بسیار ضعیف شایست به خاطر از او واره نمیکرد او گپا زیادتر از همین دیک و کوسه و غوری هم گپا سابقه زینا ما زیاد استفاده میکنیم چویش که نه گپا که با چویش خوبش نمیاد کافی شاید است دادگی سو گفتین در 3 روز 4 روز یک چاجوش میسازید بله با چه قیمت با میفروشید قیمتش این چویش که میبینید 12 چندی با روی 5050 هزار بابو زمون خرد کلام داره نه چویش 20 چندگی چه سودا میکنیم 9000 10000 چویش خوبش این سیاوا گارانتی کار میکنیم دوم شا کار میکنیم 20 چندگی چه میاد بعد 8000 غیر از چاجوش ما دیگه چی میسازین اینجا دیگه افتادوشوی کلان میسازیم جکای آخری میسازیم میوادوانی گپا هم ساختیم دیگه زیاد نه غوری رو که میبینی کار دستی خدمات تمام نشده نومی غوری چی میگن اینا غوری کبدار میگن بسیار بالا غوری میگن این قسمتاش هم میبینی گل کاری کنیم تاریخ قسمتاش بود دیزاین زدگی نیست تمام نشده دیری کار دارم فرمایش هست اومده نشه دیری کار هست قسمتاش هم گل هم داشته گفتین اینا فرمایش شد فرمایش هست باید با چه قیمتی را سودا میکنید این را جورش هست سودا میکنیم 6000 جورش بله اون دونه 3000 میاد کاملا از میسه از میسه بله میسی لاک هست این کارهایی که شما میکنین گذشته بیشتر سه کار بودین یا عالی زیاد کار میکنین سابق که بود مسکری نام داشت دیگه اولین کس بود همین بود در ترقی بود پیشرفت بود مثلا تنها چاجوش نبود از این غوریا و دیگه افتادوشو پانوس و دیگه اپا مردم زیاد استعمال میکرد حال چه خارجی برآمد دیگه اینا رو تنش دست داد خب مردم هم زیادتر از اون وسایل میسی کار میگرفتن کل ما کمال تا جام یا آخریشان از میز بود گلاس یا آخریشان از میز بود کاسهشان از میز بود حتی ای که بعد کاسای خمیرکنیشان از میز بود گپا زیاد مردم استعمال میکرد چرا امروز نیست امروز چیای خارجی تمام ظرف و ظروفی که میبینید در بازار حالی از خارج وارد میشود این همین اسپای ما را در شکست موجودیه دیدن تنها کسی مانه تمامی که فضا اینگر رو تا خیال تو زرگر تمام یعنی دیگه مسئله از این میسی از این بلند رفتم ما یک سرمیس هم میخریدیم 1200 ولی یک سرمیس شده 4000
یک پو قلعی را می خریدیم 1200 ولی اون پو قلعی از 3000. خب این همطوری مشکلات های از این دیگه بالا رفته. خودی از این هم یگام نفر یک چوجوش ما برادر در 10 روز کار میکنیم. یک چوجوش میفروشیم یلا با قیمت 2500. خب این میسی از این را حساب کنیم، مسئله از این را حساب کنیم، خرچی از این را حساب کنیم، کیروی دکان حساب کنیم، امی خلاص یک روز ویگا کنسیم. خیلی نمی رقم مقصد کسی ما نمی رقم کسب کار است. اما اصول رسولی که میگن ماسم برادر او مردکه در او پایان خواهی امو جایمونا اساساتور بخدت معلوم است مرد اسافایزی مرد دیگه کار بار نیافت یلکت. خب بالاخره برادر رو با سکوت و با گم شدن است. حالی چند تا مونده در شهر؟ حالی در شهر چند تا مونده. اینجا ما خودم اصول رسول موندم، اصول سلطان مونده، خب اصانایی مونده، اصول شهر مونده، خب اصول جاوید بود گم سکوت کرد رفت گم شد. این همین مونده دیگه خلاص دیگه. امروز شما تنها چای جوش میسازین؟ حالی ما هر چی ساخته میتونیم. چی میساختین در سابق؟ در سابق لگن میساختیم، برادر دستشو میساختیم، سفید کاری برادر چیزای دولتی را میکردیم. همگی از اینا از بین رفته دیگه. تنها هم یک چوجوش مونده. او را اگام نفر پرسان میکنه، اگر برابر شد میخره و نشد دیگه خلاص است دیگه. یعنی کاری ما آخرش ختم شده. چی فکر میکنی تا چند سال دیگه اصلا موسیقی نخود داشته باشید؟ والا سه بنازی خدا مالن فعلا این سال در حالت کما و گومی سگ دیگه. خدا میدونه که بعد 2 سال دیگه با همین شکل باشه میشه و یا نمیشه. تقریبا ایوسایی یا تا شاگردی یک 15 سال 14 سال میشه سه جنان. اولین بار پیشی استاد بابا خان سال پل خشتی بودیم، از اونجا باز یک مدتی با آمد پیشی استاد شور محمد اینجا در شهر نه اینجا شاگردی کردیم. یک 6 سال شاگردی کردیم. بعد از اون باز دکان گرفتیم دیگه. اینمی مایده پشت کار خودم اینجا شاگرد دارید؟ یک شاگرد داریم سیبا. آهنگری ما زیادتری چه در زمستان میسازیم، چه داست میسازیم، داست کلا میسازیم، کم کم دیگه توار تیشه از نگاه کلنگی گپا میسازیم. در تابستان که از باز تیز کن میکنیم، کم تو میش ساختگی را کم کم به فروش میرسونیم دیگه. کفچک جور میکنیم، گشتمک جور میکنیم. این قدر چیز داره آهنگری. یا باریشه با این پوشاس اونجا که از این ناوا دا این پوشاس کار میشه. از نگاه اقتصادی بگوین دیگه او قدر ضعیف از کاری آهنگری است. اما قایم میشه و که بالای قلوق یک نیم کاله می روز تیر میشه دیگه. کدام پس انداز پیش انداز دیگه چیزی نیست. این سابقه بود. این سیلا که سابقه 80-90 سال میشه از این. خب این برای سفید کاری و سفید کردیم. این سابقه که از این مردم استفاده میکنن، نان میخریدن. این ولی ببین کیفیتی میشه که چقدر بالاست. این 80-90 سال میشه که ما سفید کردیم، فکر کنیم پس 90. باز این چقدر وقت دوام میکنه می سفیدی؟ این ولی سفید از این یک 6 ماه 7 ماه 1 سال 2 سال 3 سال دوام میکنه. باز دوباره بیاره سفیدش. پس دوباره باز سفید کنم، فکر کنیم پس 90 دیگه رقم. قیمتی آمد دیگه. کشورهای خارج در بدل از این هر چی جور کردن و اومدم ای پلاستیک برادر استفاده میبرن، از دیگه استفاده میبرن. این از من رفته دیگه رو با سکوت شده. یکی دیگه که تاریخی از این تیر شده.